ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسیا راننده автомашین تمغه BMW رقم قید دولتیش 8786 MP01 شهروند پیرماتوف نسیم جان سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. خود پیرماتوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع میلیسیا ضمن سنجش معین گردید که نامبرده سانه 20 ینوار سال 2024 در شهرهای کوچه حافظ شیروزی که با نام بیتونکه معروف است با ماشینش پایگاه غیر قانونی تشکیل نموده است. ماشین او را هم بازداشت و به جریمه‌گاه میلیسیا دوشنبه دسترس کردند. وابسته به این حالت نسبت به راننده پیرماتوف نسیم جان طبق طلبات ماده 326 علاوه 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای تشکیل پایگاه غیر قانونی پروتکل مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شد. بر اساس این بند قانون به پیرماتوف نسیم جان برای تشکیل پایگاه غیر رسمی و اشتراک در آن همچون جزا جریمه به اندازه از 250 تا 300 نشان دهنده برای حسابها با محروم کردن از حقوق اداره واسطه نقلیات به مدت 2 سال تهدید میکند. در صورت تکرار عین قانون شکنی همچون جریمه این دفعه 400 نشان دهنده برای حسابها یعنی 28800 سومایی را تشکیل خواهد داد.